الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. در قدم نخست سلام خود را خدمت همه بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی ملی تقدیم می کنم. امیدوارم که در هر جایی که هستین جور و صحتمند و سلامت باشین. نهایت خرسند و خوشحالم که بار دیگر در حضور قرار دارم. برنامه آگاهی دینی از روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت 4 الی 5 بعد از ظهر به طور زنده و مستقیم از رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی ملی به نشر می رسد و همچنان شما این برنامه را هم می توانید از طریق رادیوی تعلیمی و تربیتی ملی 96.8 FM شنونده باشید و هم می توانید از این طریق شما سوالات شرعی خود را بپرسین. شماره تماس برنامه ما هست 020 250 16 73. شما میتونین به شماره تماس بگیرین و سوالات شرعی و دینی خود را بپرسین. موضوعی که در این برنامه به صورت بسیار فشرده و مختصر انشالله که روی آن بحث میکنیم راجع به امید و رجا و امیدواری هست. در ارتباطی که انسان مؤمن و مسلمان ممکن که در زندگی خود با مشکلات ها و سختی های بسیار گوناگون مواجه شود، خب یگانه رازی که و یگانه وسیله‌ای که انسان را در مقابل این مصیبت ها و سختی ها انسان را استاده و استقامت و ثبات را به انسان تلقین میکنه و عبارت از رجا و امید داشتن است. واقعا که ایمان هم در میان رجا و در میان خوف قرار داره، در میان امید و ترس. همان گونه که از حضرت عمر رضی الله عنه روایت است که ایشان فرمودند اگر گفته شود که همه مردم به جنت میره تنها یک نفر به دوزخ، میگه من فکر میکنم که یک نفری که به دوزخ میره اونم یک نفر من هستم. اگر گفته شود که همه مردم به دوزخ میره تنها یک نفر به جنت، من میگه امیدوارم که اونم یک نفری که به جنت میره و من هستم. یعنی ایمان در میان خوف و رجا قرار داره، هم از گناهانی که انسان مرتکب میشه و اشتباه میکنه، گناهی را قصداً انجام میده یا سهوا، از این ترس و راست داشته باشه که الله مرا حتما جزا میدهد در مقابل این همه اعمال و این اعمال زشت و بدی که من دارم، و هم به رحمت الله سبحانه و تعالی امیدوار باشه، در پلوی از او تلاش بکنه دیگه عمل کار نیک و خوبی را انجام بده. پس امید چی هست؟ امید یا رجا چی معنا داره؟ امید فراخی قلب هست هنگامی که در سختی ها و مشکلات های زندگی قرار میگیره. فراخی قلب هست به هنگامی که انسان به مصائب و مشکلات و سختی های زیاد دچار میشه و قرار میگیره، و گونه‌ای که انسان به هنگام مصیبت و به هنگام سختی ها و مشکلات منتظر آسانی را داره که یعنی این سختی ها و این مشکلات همه برطرف میشه و انشالله که آسانی را در پیش رو داره. همانطوری که الله تعالی میفرماید ان مع العسر یسرا، یقینا همراه هر سختی یک آسانی هست. و امید انسان را به سوی موفقیت، به سوی کامیابی و آنچه که در انجام آن ناکام بوده و ناکام شده در انجام دادن آن ناکام شده، یعنی امید به موفقیت و همچنان دل سرد نشدن از آنچه که از دستش رفته، دلش سرد نمیشه و در این حال یعنی امید خود را از دست نمیدهد. یعنی امید فراخی قلب است در وقتی که انسان با مصائب و مشکلات های گوناگون دچار میشه. و همچنان انسان یعنی امید و رجا انسان را راهنمایی میکنه به سوی موفقیت و کامیابی
و آن اعمالی که در انجام آن ناکام بوده. به ناکامی در انجام عملی هیچ وقت امید خود را از دست نمی دهد و هیچ وقت از تلاش دست نمی بردارد. این میگن امید و رجا. میاییم در ارتباط ای که امید و امیدوار بودن از پیغمبران و از چندین پیغمبر انشالله در این برنامه یادآوری میکنیم که اونها واقعا همیشه امیدوار بودن. پیغمبران در مجموع همگی امیدوار بودن، همیشه امید داشتن. پیغمبران کسانی که اشرف المخلوقات و کسانی بودند که الله سبحانه و تعالی اونها را به رسالت خود اختصاص داده و اونها پیام پروردگار را به مردم میرساندن. همه پیغمبران واقعا در سختی ها، در مشکلات های خیلی گوناگون اینها مواجه شدند، مگر هیچ کدامشان یعنی امید خود را قطع نکردند. مثلا در اینجا چند پیغمبر را یادآور میشیم. اول پیغمبری که واقعا یعنی بسیار مشکلات و سختی های را متحمل شد مگر هیچ وقت امید خود را از دست نداد. مثلا پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، وقتی که در مکه مردم را 10 سال دعوت کرد، کسی دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نپذیرفت مگر اندکی کسانی که اونها مسلمان می شدن. خب بعداً در مکه شکنجه و ظلم و آزار و اذیت مردم در مقابل مسلمان ها به اوج اخیر می رسید. مسلمان ها ناگزیر می شدن به طرف مدینه یا حبشه هجرت می کردن. اما بزرگان و کلانان مشرکین که واقعا پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیاد تلاش کرد، اونها مسلمان نشدند. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه با حضرت زید ابن حارثه به طرف طایف حرکت میکنن. ممکن که اونجا دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بپذیرن، قبول بکنن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی به طایف میرسه تقریبا 10 روز اونجا میمونه، خیلی کوشش میکنه و به هر کسی که روبرو میشه دعوت خود را به او پیشکش میکنه مگر نمیپذیره. در مقابل پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیوانه میگن، دروغگوی میگن، خلاصه به عناوین مختلف پیغمبر توهین و تحقیر میکنن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نه تنها توهین و تحقیر بلکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را آزار و اذیت میکنن، حتی بوتهایشان پر از خون میشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با زید ابن حارثه برمیگرده، در وسط راه که جبرائیل علیه السلام میآید به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من از جانب الله مأمور شدم هر آنچه که میخواهی و هر بلایی را که به سر از این مردم میخواهی بالای از این مردم آورده میشه. اگر میخواهی کوههای اخشبین را یعنی کوههای مکه را بر بالای از این قوم کوبیده شو و اینها را از بین ببریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه نه خیر، امیدوارم که از نسلی از این مردم کسی پیدا شود که او دین را بپذیره و قبول بکنه. اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون. پروردگارا قوم مرا هدایت بکن که اینها نمیفهمن. یعنی شما ببینید اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت نه خیر، یعنی جبرائیل علیه السلام گفته کوههای اخشبین را اینها را به بالای از این مردم میکوبم و اینها را از بین میبرم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت نه، ما امیدوارم که امید دارم که از نسلی از این مردم کسی بیاید که دین اسلام را بپذیره و قبول بکنه. واقعا که این مردم بعداً باز مسلمان شدن و در دین خود خیلی محکم بودن. یعنی اینجا امیدوار بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقعا که ایش سختی ها و مشکلات هایی را که در این سفر پرمشقت خود متحمل شدن مگر باز هم با امید داشتن که انشالله این قوم حتما هدایت پیدا میکنه و راه درستی را انتخاب میکنه. حضرت نوح علیه السلام، پیغمبران اولوالعزم، حضرت نوح علیه السلام الله سبحانه و تعالی برای از این عمر خیلی طولانی داده بود که 950 سال عمر خود را صرف دعوت کردند. و این دعوتشان تنهایی نبود که مثلا در هفته 1 روز دعوت بکنن مردم را، بلکه به شب، در روز، به صورت پنهانی، به صورت علنی، یعنی 950 سال مردم را دعوت کردن به طرف اسلام. در 950 سال هیچ وقت اینا مایوس نشدن، همیشه امیدوار بودن که انشالله روزی فرا میرسه که
اینها ایمان می آورن، راه درست انتخاب میکنن، از راه غلط، از راه شیطانی فاصله میگیرن، به راهی که واقعا او راه حقیقت است، به خاطر از او آفریده شدن. انشالله که او را انتخاب میکنن. یعنی 950 سال خسته نشد، 950 سال مسلسل شب روز به صورت پنهانی آشکارا مردم را دعوت کرد که واقعا ما و شما در ارتباط قصه و داستان حضرت نوح علیه السلام در قرآن کریم میخوانیم که نوح علیه السلام در 950 سال 80 نفر ایمان آوردن. از جمله مثلا بچهشون کنعان ایمان نیاورد و خانمشون هم ایمان نیاورد، مگر هیچ وقت امید خود قطع نکردن. اما قصه و داستان یک قومندان یک جنگ میکنن که او با دشمن خود چندین بار مبارزه کرد که کامیاب نشد. بعد از همون لشکر و از فوج خود میگه کناره‌گیری کرد و رفت و یک گوشه نشست. یعنی خود را واقعا ناکام فکر میکرد که مگه انسان ناکام هستم، از من چیزی ساخته نمیشه. باز اما تو در فکر بود که یک مورچه را دید که غذایی را میگیره، از یک سنگ بالا میشه به خاطر از اینکه او غذا را به آشیانه و خانه خود برسانه. یک قسمت سنگ میره و پس او از پیش میافتد پایین، باز بر میداره چندین بار تا اینکه اونمو غذایی را که گرفته بود او را به خانه خود میرسانه. بعد شخص پس بر میگرده و به ما ارتش و به لشکر خود میپیونده، پس مردم را جمع میکنه، باز بالای دشمن خود حمله میکنه که موفق و پیروز میشه. یعنی امو قسمی که امو طوری که در ابتدا گفتیم، امیدواری یا امید داشتن این است که انسان در انجام اعمالی که چندین بار در ارتباط ناکام شده بود هیچ وقت از او دست نمی برداره و در عین حال ناامید هم نمیشه و تلاش میکنه و زحمت میکشه. در ارتباط حضرت یعقوب علیه السلام را اگر ببینیم، در ارتباط حضرت یعقوب علیه السلام، امیدواری حضرت یعقوب علیه السلام، حضرت یعقوب علیه السلام را که الله متعال امتحان میکنه، حضرت یوسف علیه السلام را بچه‌اش میبره به بهانه از اینکه به سیاحت و به چکر بروند، اما او را در چاه میاندازن. بعد بیگه بر میگردن گریان کرده که برادر ما را گرگ خورد. حضرت یعقوب علیه السلام میفهمید که چون لباسهای از او را آورده بودن در حالی که لباسها سالم بود، حضرت یعقوب علیه السلام میفهمید که وقتی گرگ یک کسی را بخوره لباسهای از او را پاره میکنه، چطور لباسهای از این سالم و درست است. خب همونجا امیدوار بود که بچه‌شان زنده است. بعد از سالهایی که حضرت یوسف علیه السلام در مصر رفت و عزیز مصر و کلان مصر شد و مسئول خزانه های دولت شد که یعقوب علیه السلام و فرزندان عظیم محتاج شدن و رفتن به خاطر قرض کردن یا گرفتن یا خریدن گندم غلجات، که حضرت یوسف علیه السلام برادر دیگه اشتراکی یا بنیامین بود، او را شناخت و با خود بند کرد. خلاصه ای که دیگه برادرای حضرت یوسف آمدن نزد یعقوب علیه السلام، گفتن که این تو یک مصیبت دیگه سر ما آمد. حضرت یعقوب علیه السلام گفت که شما بروین. باری البته سیوم که برای به خاطر غله رفتن، گفت بروین مگر فتحسس و جستجو بکنین در ارتباط یوسف و برادرش. یعنی یوسف که تقریبا سالهای سال گذشته بود، او را به نام از که گرگ خورده، و در عین حال بنیامین هم عزیز مصر که یوسف علیه السلام بود و برادران نشناختن، او را قید کرده بود. حضرت یعقوب علیه السلام میگه که شما جستجو بکنید در ارتباط یوسف و برادرش و هیچ وقت ناامید نباشین، شیطان است که از رحمت پروردگار ناامید است. سرانجام یوسف هم پیدا شد و بنیامین هم پیدا شد. امید حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام هم در ارتباط از که وقتی که آمد موسی علیه السلام خب البته در خردی و در جوانیش که با یک قبطی درگیر شده بود و او از بین رفت و بعد از او رفت به مدین با یکی از دختران حضرت شعیب علیه السلام عروسی کرد و بعد از 10 سال تکمیل کردن پس دوباره به مصر آمد اینجا. هارون که برادر بزرگش بود 2 سال از حضرت موسی علیه السلام کلان بود، از الله متعال درخواست کرد که حضرت هارون هم به حیث پیغمبر انتخاب شد. سرانجام اینها آمدن، الله برشان گفت اذهبا الی فرعون، شما به طرف فرعون بروین
پس برش بگویین که آیا میخواهی که پاک شوی یا هدایت شوی؟ خواه آمدن دعوت شروع کردن، فرعون در مقابلشون ایستاد شد و از دعوت از اینا پشت گردانید و ساحرها و جادوگرها را جمع آوری کرد و که با حضرت موسی علیه السلام مبارزه و مقابله بکنن که در این راستا چون موسی علیه السلام معجزه از طرف الله داشت، همه جادوهای از اینها را فرو برد و از بین رفت. سرانجام اینجا جادوگرها همگی ایمان آوردن به پروردگار هارون و موسی علیه السلام و بعد از او اینجا فرعون گفت که آل مدانستم که به طرف البته جادوگرایی که مسلمان شده بودن، به طرفی از اونها گفت که آل ما فهمیدم که استاد بزرگتان امین موسی علیه السلام بوده. بعدی تهدید کرد، گفت که کسانی که مسلمان شدن یا ایمان آوردن دست راست و پای چپی از اینها را قطع میکنم و به دار میآویزانم تا اینکه پند و عبرت به همگی باشه. در همین وقت حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل را گرفت و به طرف فلسطین حرکت کرد که از مصر بیرون شوند به طرف فلسطین. وقتی در کناره دریا آمدن، در قسمت دریا که پیش رو دریا از طرف راست هم بند است، کوه از طرف چپ هم فقط پیش رو دریا است، از پشت سر هم فرعون با 70,000 لشکر خود آمده روان است. در همین جا بنی اسرائیل که قوم موسی علیه السلام دید فرعونی ها را، گفت و اینا لمدرکون، گفت ای موسی علیه السلام ما خود گیر کرده میشویم، ما را خود میگیره فرعون، تو ما را تباه کردی آوردی اینجا لکلی ما را میکشه. حضرت موسی علیه السلام گفت که پروردگار امرای ما هست، الله حتما برای ما هدایت و راهنمایی میکنه، هیچ وقت ترس و راست نداشته باشین. الله امرای ما است، یعنی امیدوار هستیم، الله سبحانه و تعالی ما را ضایع نمیکنه. الله امرای ماست، الله امرای ماست. دیگه در اینجا موسی علیه السلام امیدوار بود، همون بود که الله متعال به موسی علیه السلام گفت به عصای خود دریا را بزن، زد دو کوچه شد و همه بنی اسرائیل از او کوچه از داخل دریا عبور کردند. پس دوباره دریا به حالت خود ماند و اونجا فرعون به لشکریانشون غرق شدند. یعنی اینجا هم امیدواری حضرت موسی علیه السلام که قومش بسیار تشویش داشتن، گفتن که اینا لمدرکون، ما گیر کرده میشویم، فرعونی ها ما را گیر میکنن و ما را از بین میبرن. گفت نترسین، الله همراه ماست و الله هدایت میکنه ما و شما را و راه درست برای ما و شما نشان میده. همین گونه امید حضرت ایوب علیه السلام. حضرت ایوب علیه السلام مریض شد. البته یک ابتلا و امتحان از جانب الله سبحانه و تعالی بود. پیغمبرها زیاد همونطوری که برادر علی سوال کردن، گفتن که تحمل و صبر کردن در مقابل بلا و مصیبت ها و سختی ها و مشکلات های زندگی چقدر اجر و ثوابی داره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی سخت‌ترین مصیبت ها و مشکلات ها با پیغمبران آمدن، بر هر کس که با این پیغمبران مشابه بودند یا اینها را پیروی میکردند همین قسم سختی و مشکلات بالایشان آمده. هر کس مطابق ایمانش به اندازه قوت ایمانش مورد امتحان پروردگار قرار میگیره. هر کس ایمانش قوی تر باشه امتحانش سخت است، همونطور اگر ایمانش ضعیفتر باشه امتحان از او یعنی آسان تر است. به هر اندازه، یعنی انبیاء علیهم السلام واقعا امتحان از اونها خیلی سخت بوده. بعد از او هر کس که از اینها تعقیب میکنه، راه از پیغمبران را به حساب تعقیب میکنه، و همین گونه مصیبت هایشون خیلی سخت است. همونطوری که کسی که مثلا در یک مدرسه یا در یک مکتب در یک پوانتون درس میخونه، در صنف‌های پایین که باشه امتحانش آسان‌تر است. وقتی که درجه از اینها بالا میره باز امتحانشون هم سخت میشه. همینطور ایمان هم است. ایمان انسان هر قدر که به درجه قوت میرسه، قوی میشه، با ما اندازه هم امتحان از او، آزمایش از او، بلای از او البته سخت‌تر میشه. حتی یک خاری که به پای انسان میخله و او یک مصیبت است به انسان، صبر میکنه، الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش در چندی را برش نصیب میگرده. در این حال گناه‌های از او محو نابود میشه. حتی یک مریضی بر انسان میه، توسط از اون مریضی که همه گناهان انسان پاک میشه. این همگی واقعا ابتلا و امتحان از جانب پروردگار است. راجی البته به امیدی و امیدواری حضرت ایوب علیه السلام صحبت داشتیم. حضرت ایوب علیه السلام ایوب صابر، یعنی یک از پیغمبرانی بود که
واقعا الله متعال امتحان از این بسیار سخت گرفته بود که حضرت ایوب علیه السلام سالهای زیادی در بستر مریضی بودند، در حالی که پیغمبر الله، محبوب الله، الله سبحانه و تعالی برشان زیاد نعمتهای خود فراوان ساخته بود. یک بار نعمتها را الله از پیش میگیره و امتحانش میکنه. سالهای به بستر مریضی البته قرار داشت. بعد از او دعا میکرد که در آخرین لحظاتش دعا کرد که پروردگارا برای من مریضی رسیده و تو بهترین یعنی رحم کنندگان هستی. یعنی دعا به این کرد که الله سبحانه و تعالی برای من صحتمندی و سلامتی را نصیب بگردان. یعنی در این مدت مریضیشان هیچ وقت امید خود از دست نداده بود، بلکه امیدوار بود که الله سبحانه و تعالی اینها را صحتمند و سلامت میسازه و در این حال همون زندگیشون پس برشون میدهد و ان شاءالله که باقی عمر خود را در صحتمندی و سلامتی سپری میکنن که واقعا الله سبحانه و تعالی بعد از مدت‌های صحتمندی و سلامتی را برشون نصیب میگردونه. همون مال و دارایی و زندگی که از پیششون گرفته شده بود پس برشون البته برایشون نصیب میگردونه که خودش یک درسی است برای کسانی که در مصائب و در سختی ها و در مشکلات های قرار داره. یک درسی است از پیغمبران. یعنی پیغمبران با وجودی که بنده های بسیار مقرب و نزدیک پروردگار هستند، مگر الله ای تو به یک مصیبت ها و مشکلات ها مواجهشان میسازه تا ای که دیگر انسان ها یعنی این وقایع را میخوانند و میفهمند و میدانند. اگر مصیبت های برشون میرسه یک تسلی برشون باشه. یعنی امیدی واقعا حضرت ایوب علیه السلام که ما و شما همیشه به نام ایوب صابر، ایوبی که همیشه در مقابل مصیبت ها صبر داشته. امید همیشه در همه کار و بار زندگیمان باید امید داشته باشیم، مگر امیدی که همیشه تلاش داشته باشیم، کار بکنیم، زحمت بکشیم. تنها با امید خالی نمیشه، باید در عالم اسباب از اسباب دستداشتی خود هم استفاده بکنیم. الله متعال میفرماد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعباد ربه احدا. کسی اگر امید و آرزوی از این داره که روز قیامت با پروردگار خود ملاقات میکنه، پروردگار خود را میبینه، دیدار پروردگار نصیبش میشه، خود تنها دست خود برای دست خود قرار نمیده، بلکه فلیعمل عملا صالحا، باید که عمل صالح، عمل نیک انجام بده. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. کسی که امید داره، آرزو داره که پروردگار خود را ملاقات بکنه، دیدار پروردگار نصیب حالش شوه، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام دهد. عمل صالح عبارت از عملی است که در او اخلاص باشه. عمل صالح عبارت از عملی است که انسان هدفش رضامندی و خوشنودی پروردگار باشه. عمل صالح عبارت از عملی است که او خیر و منفعت و ثوابش به همه مردم برسه، در او منت و احسان نباشه، او مطابق شریعت، دستور الله و پیغمبر باشه، او را میگن عمل صالح. پس اینجا رجا یا امید به دو بخش تقسیم میشه. یکی رجا یا امید محمود است و یکی هم مذموم است. در ارتباط قبل از اینکه در ارتباط اقسام و انواع امید صحبت بکنیم، اولی که انسان یعنی انسان مؤمن و مسلمان هیچ وقت در هیچ بخشی از بخش‌های زندگی خود امید خود را از دست نمی‌دهد. همواره امیدوار میباشه. حتی اگر انسان گناه هم میکنه، بازم امیدوار است که الله سبحانه و تعالی را ببخشه، مگر به شرطی از اینکه توبه بکنه دیگه. الله متعال قرآن کریم میفرماد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، برای بندگان من بگو کسانی که اسراف کردن به نفس خود، یعنی بسیار گناه مرتکب شدن، برشان بگو که لا تقنطوا من رحمت الله، یعنی از رحمت الله هیچ وقت ناامید نشوین. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یقینا الله متعال همه گناه ها را میبخشه. انه هو الغفور الرحیم، یقینا الله متعال ذات بخشاینده و مهربان است. یعنی حتی گناه میکنیم امید خود را از دست نمیدهیم، بلکه توبه میکنیم، از کرده خود پشیمان میشیم، تصمیم قاطع میگیریم دیگه که به این گناه عودت نکنیم و در توبه آن فقط خالصانه به خاطر الله است. اگر حق کسی تلف کرده باشیم برش تسلیم میکنیم یا از پیش حلالیت میخواهیم، بعد امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی ما را ببخشه.
رجا یا امید دو قسم است، یکی محمود است یکی مذموم است. یکی رجا یا بعضی علما گفتن که به سه قسم است. یکی رجای حرام است، حرام یعنی محظور یعنی منع شده است که انسان چنین امیدی نداشته باشه. امید محمود یعنی رجای محمود یعنی امید پسندیده، همان امید حقیقی و سالم است که اسلام با او دستور داده، امر کرده که چنین امیدی را انسان داشته باشه، که انسان در چنین حالتی به الله امیدوار می باشه و در پلوی از او هم عمل میکنه و کار انجام میدهد و در این حال تلاش میورزد. یعنی امید محمود ای است که انسان در یک مشکل قرار میگیره، به الله امیدوار است و در پلوی امیدوار بودن به الله مگر تلاش میورزه، عمل، کار نیک و کار صالح را انجام میدهد، که واقعا یعنی چنین عملی، چنین امیدی ای محمود است. به طور مثال یک شخص نمازهایش خیلی از پیش ترک شده، یعنی زیاد ترک کرده، حال دیگه پشیمان شده، باز هم پشیمان که شده، حال امیدوار است که الله متعالی را ببخشه، مگر این چی کار میکنه؟ نمازهای نوافل به کثرت میخونه، دیگه نمازهایش از پیش قضا نمیشه، یعنی امیدوار است که الله متعالی را ببخشه. یا این که مثلا پدر و مادر خود را آزار و اذیت کرده، حال اونا وفات کردن، حال پشیمان است، خود چی کار میکنه؟ زیاد درخشان دعا میکنه، صدقه و خیرات میکنه، دیگه همیشه دعا میکنه و امیدوار است که الله سبحانه و تعالی گناهان از این را ببخشه و پدر و مادرش در روز قیامت از این راضی بسازه. یعنی امیدوار است، در پلوی از تلاش میکنه، دیگه دعا میکنه در حق پدر و مادر خود و همیشه صدقه و خیرات برای فقرا و مساکین آنچه که در توانش است انجام میدهد، در پلوی از او امیدوار است. یعنی البته امیدواری این را به نام رجای محمود گفته میشه، یعنی امیدواری که پسندیده است، امید حقیقی، امید سالم، امیدی که انسان به الله امیدوار است، در پلوی از او تلاش میکنه و اعمال صالحه و کارهای نیک را هم انجام میدهد. دوم امید مذموم است. در حقیقت این امید فقط غرور و فریب خود انسان است، انسان خود را فریب میدهد. این چه قسم امید است؟ این است که یک کسی بدون عمل تنها به رحمت پروردگار دل میبندد، تنها به رحمت خداوند دل میبندد مگر ترک عمل، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، زکات نمیپردازه، به حج نمیره، هیچ کار خیری، هیچ کار خوبی سهم نمیگیره، بعد دیگه فقط شب و روز اگر گفته شود جنت از آن خود میدانه، آرزوهای گوناگون داره، در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه الکیس من دان نفسه و عامل لما بعد الموت. انسان هوشیار و انسان عاقل کسی است که نفس خود را خار و ذلیل کنترل میکنه و اعمالی انجام میده که با آخرتش به دردش بخوره. اما انسان کمعقل عاجز کسی است که هر عملی که از دستش بیایه انجام میدهد، بعد به الله آرزوهای طولانی میکنه که الله مرا به جنت میبره، که الله ایتو میکنه و قسم میکنه. الله غفور و مهربان است، اما از اینکه الله شدید العقاب است از این فراموش کرده. شدید العقاب است، الله سخت جزا میده. ولا یوثق وثاقه احد، هیچ کس مانند الله بسته کرده نمیتونه و هیچ کس مانند الله عذاب نمیدهد. یعنی این گپای صفاتهای پروردگار را فراموش کرده. تنها همین که الله لک بخش است، بخشاینده و مهربان است، الله مهربان است، فقط به می اکتفا میکنه. این یعنی در حقیقت این رجا یا امیدواری نه، بلکه انسان خود را فریب میدهد. به طور مثال یگان نفر نماز نمیخوانه، نه قلب انسان پاک باشه، قلب انسان پاک باشه. من نماز نمیخوانم به خاطر قلبم پاک است. فلان نفر نماز میخونه، دو میزنه، دشنام میدهد. فلان نفر نماز میخونه، دزدی میکنه. فلان نفر نماز میخونه، کارهای اشتباه و غلط را انجام میدهد. خود تو چی؟ من نماز میخوانم و نه کار اشتباه انجام میدم. نفس انسان، دل انسان پاک باشه دیگه.
یا کسی را ببینیم مثلا یک لباس درست و غلطی را بپوشه، برش بگیم قلب انسان پاک باشه. قلب انسان پاک باشه، قلبت هم پاک بکن و ظاهرت هم باید پاک باشه. و در این حال اینمی نماز قلب انسان را پاک میکنه که الله تعالی میفرماید این الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان را از کارهای بد و زشت منع میکنه. و یا در حدیث دیگر پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید که از اصحابش پرسان میکنه که اگر بر لب روبروی خانه یکی از شما نهری از آب باشه و روزانه 5 بار در او غسل بکنین، آیا چرکی در بدن شخص باقی میمونه؟ میگن نه خیر. میگه مانند نمازهای 5 گانه است. کسی روزانه 5 بار نماز میخونه، گناههای ازی نابود میشه، همونطوری که روزانه 5 بار کسی به نهری، به جویی، به حوضی آب بازی بکنه و غسل بکنه. و سوم رجای امیدی است که محظور است، یعنی از او منع شده هست. و این است که امید کافران است. کافران که است فقط هر چی از دستشون آمد انجام میدهند. یا مثلا یهود میفرماید الله تعالی در قرآن کریم میفرماید و قالت الیهود لیست البته میفرماید که لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، یعنی داخل جنت نمیشه مگر کسی یهودی باشه، نصرانی باشه. یعنی این امیدشون است. این امیدشون همی است که به جنت داخل نمیشه مگر کسی که یهودی باشه. اول به جنت کل یهودی ها داخل میشه، بعد از اون نصرانی ها. برای مسلمان ها جایی نیست. خود دوزخ نمیرین اگر برایم مدت ولی یتمس النار الا ایام معدوده. ما به دوزخ داخل نمیشیم اگر داخل شدیم یک مدت بسیار محدودی. دوزخ از آن دیگه مردم است. باز میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، یعنی ما فرزندان و دوستان الله هستیم. یعنی این امیدواری از این است که الله هم در قرآن کریم میفرماید که به این امیدواری که انسان امید داشته باشه تو به امید غلط به این نیست که انسان برای به جنت داخل جنت شد، بلکه امیدی که توأم با عمل باشه، انسان عمل بکنه. از همین خاطر است که الله تعالی میفرماید و غرهم بالله الغرور، اینها را فریب داده به الله الغرور شیطان و زین لهم الشیطان اعمالهم. شیطان همین عمل زشتی از اینها را برشون مزین ساخته که امیدهای طولانی دارن. یا مثلا در ارتباط بت‌هایشان میگه که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی، ما اینها را عبادت نمیکنیم فقط به خاطر از عبادت میکنیم که اینها ما را به الله نزدیک میسازه روز قیامت. این سنگ‌ها و چوب‌ها ما را سفارش میکنه. یعنی آرزوشان است، این امیدشون است که کفر و کافر هستند مگر آرزو و امید دارند. امید چی فایده‌ای داره؟ ثمره و فایده امید چی است؟ اولی که امید به رحمت خداوند متعال، یعنی اول این است که نجات از ناامیدی. فایده شمی است که انسان از ناامیدی، یعنی امیدوار وقتی به الله سبحانه و تعالی باشه، این ناامیدی را از خود دور میسازه. ناامیدی را از خود دور میسازه، همیشه به الله امیدوار است در همه مسائل زندگیش. دومی که ایجاد حسن ظن به خداوند است. حدیث قدسی است که الله تعالی میفرماید انا عند ظن عبدی بی و انا معه. ما به اساس گمان بنده خود رفتار میکنم. ما به اساس گمان بنده خود رفتار میکنم. یعنی هر آنچه را که گمان نیک و آرزو امید خوب داشته باشه، ما زمینه امو کار برش فراهم میسازم. و سومی که آرامش و ثبات در برابر سختی ها. هر نوع سختی و مشکلاتی که در زندگیش میآید، امیدوار است که الله سختی ها را دور میسازه. یعنی شب تاریک است، پشت از این روزی روشن میآید. همراه هر سختی یک آسانی است. این مع العسر یسرا. همراه هر سختی مشکلات یک آسانی است. و چهارمی که تقویت روح، توبه و بازگشت به سوی پروردگار. انسان هر اشتباه و گناهی که میکنه باز هم امیدوار است که الله سبحانه و تعالی دروازه توبه را برای ما بازگردانیده. توبه میکنه، شخص از کرده خود پشیمان میشه. الله سبحانه و تعالی گناهانی از او را محو و نابود میکنه و توبه از او را میپذیره و قبول میکنه. و چهارمی که محبت و قرب به الله سبحانه و تعالی است.
یعنی امید داشتن به الله، به انسان نهایت به پروردگار خود نزدیک میشه. و کسانی که به الله امیدوارن، امید دارن، امیدشان 100% هست، عقیده و باور دارن، الله سبحانه و تعالی یعنی به اونها نزدیک و همیشه نصرتشون میکنه، همیشه کمک و همکاریشون میکنه، همیشه مشکلاتشون رو برطرف میسازه و هر نوع مصیبت و مشکلاتی که از زندگیشون میاد یک امتحانی است که الله گناهانی از اونها رو محو و نابود میکنه و درجات و مقامی از اونها رو بلند میبره. سوالاتی که از طریق واتساپ برنامه آگاهی دینی مطرح شده. یک برادر سوال کردن، گفتن که تلقین چگونه صورت گیرد؟ تلقین هدفشون است که یک کسی در حالت نزع جان قرار داره، در وقت قبض روح، در آخرین لحظات زندگیشون که از دنیا میرن به عالم برزخ، آداب کسانی که در اطراف از این میت قرار دارن چی کار باید بکنن، چه آدابی داره و این شخصی که حالا از دنیا میره چه حق و حقوق برای همین زندگانی که در اطرافش هستن دارن. تلقین است. تلقین معنایش است که شخصی سر خود را به پهلویش قرار میدهد، کلمه شهادتین را به زبان خود می آورد، او را امر نمیکنه که تو کلمه تا بخوان، بلکه خودش شهادتین را به زبان خود لا اله الا الله محمد رسول الله این را قرائت میکنه، میخونه. او شاید که از زبان این کلمه را بگیره، یعنی امر نشوه. لقنوا موتاکم کلمه لا اله الا الله. شما مردگانتان را، یعنی کسانی که در حالت مرگ، در حالت قبض روح قرار دارن، این کلمه را برشان تلقین بکنین. امر نشوه، گفتیم امر باید نشوه. و در این حال اگر یک کسی یک بار این کلمه شهادت به زبانش آورد و بعد از او از دنیا وفات کرد رفت، خاتمه نیکو را الله برش نصیب گردانیده. چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که آخرین حرفی از او از دنیا، آخرین حرفی که گفته کلمه لا اله الا الله هست، او داخل جنت میشه. یعنی او خاتمه نیکو است. یعنی چند اوامری است که واقعا دلالت به خاتمه انسان میکنه، خاتمه نیکو انسان میکنه. یکی همه که در وقت وفات کردن انسان کلمه شهادتین را به زبان خود قرائت بکنه و بگوید کلمه را، این انشالله که الله خاتمه نیکو را برش نصیب گردانیده. و در عین حال کسانی که در حالت کما میرن، اونا چیزی گفتن نمیتونن، به این معنا نیست که اونها به اونها تلقین نشوه. یعنی کسی حالت کما هست، حتی در حالت کما هم که مثلا او گپ زدن نمیتونه، از حال رفته، شما تلقین بکنین، او میفهمه، بسیار گپای را میفهمه، اما یعنی تکلم کردن نمیتونه، گپ زدن نمیتونه، مگر حرف شما را بشنوه. اگر کسی در حالت کما هم قرار داره، یعنی در حالت بیهوشی قرار داره که از خود نمیفهمه، باز هم شما کلمه شهادتین را برش تلقین بکنین، او میفهمه. یعنی او ممکن کلمه را به زبان خود بیاوره اما ما شما نفهمیم. و در این حال کسانی که مثلا از دنیا یک سکته مغزی میکنن، سکته قلبی میکنن، از دنیا میرن، اونو کلمه نمیخوانن، ایتو گمانی بد نشوه که والله این نفر از دنیا بدون کلمه رفت. یعنی ممکن که اونا کلمه خود خوانده باشن، دولتی کمو، دولتی که البته نمیفهمن. پس خب مکلفیت ما همی است که در حقشان ما این کلمه را بخوانیم و کسی که در حالت وفات کردن قرار داره دست پایشون را هموار بسازیم، یعنی پایشون را یکی با دیگر بچسبانیم، دستهایشون را به پلو قرار بدیم و در این حال چشمهایشون را پد بکنیم. کسی که به حساب حالت مرگ قرار میده، حالت وفات کردن، در حالتی که جانش بیرون میشه، روحی از او بیرون میشه، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که میت چشمهایش را پد بکنیم، به خاطر از اینکه او روح را تعقیب میکنه. یعنی زمانی که روح از بدن انسان بیرون میشه، او فقط اما روح را تعقیب میکنه. از این خاطر چشمان میت را شما پنهان بکنین، بپوشانین، چرا که باز همون تو باز میمانه. دوم سوالی را که یک برادر پرسیدن، گفتن امیرعوش تعزیت داری چه قسم است؟
به یک کسی مصیبت رسیده، امی از طریقی شرعی چه قسم است که را تعزیت داری بکنیم؟ ببینین، یک حق و حقوق مرده هست. کسی که وفات میکنه، یک مسلمان بالای مسلمان دیگر 6 حق داره. یک حقش همی است که وقتی که برادر مسلمان، خواهر مسلمان وفات میکنه، در جنازه از او حتما اشتراک بکنین، جنازه از او را بخوانین. چرا که اگر یک انسان مؤمن مسلمان به جنازه یک مسلمان اشتراک میکنه، به هر اندازه که تعداد نمازگزاران بیشتر باشه، ثواب از اون میت بیشتر میشه. و در عین حال کسی که خودش در جنازه اشتراک میکنه، که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از کسی که در جنازه اشتراک میکنه، جنازه را میخونه، برای از او 1 قرات ثواب است و حتی به سر قبر از او میره تا زمانی که او دفن میشه 2 قرات ثواب را کمایی میکنه. و این 2 قرات را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن مانند 2 کوه الله سبحانه و تعالی برای از ثواب را نصیب میگردانه. یعنی برای خود شخص هم است و برای میت هم است که در هر جنازه یک مسلمانی که به 40 نفر در جنازه از او اشتراک بکنه، که 40 نفر واقعا خالصانه به خاطر الله در جنازه از اشتراک کرده و این کسایی بوده که واقعا عقیدهشون به الله بسیار خالصانه و پاک است، شهادتی از اینها را در حق از این شخص میپذیره و قبول میکنه. خب چه قسم؟ اولی که گفتیم و مسئله تعزیت داری. مسئله تعزیت داری حق همو اقارب میت است. به کسی که مصیبت رسیده، به یک مسلمانی مصیبت رسیده و دیگه مسلمان ها باید ایره تعزیت داری بکنن. تعزیت داریش همین است که مثلا نزدی از او میرن، نزدش میرن، به خانهش میرون یا از طریق تلفن تعزیت داریش میکنن که ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب اعظم الله اجرك. یعنی ان لله ما اخذ، برای الله بوده آنچه را که گرفته، یعنی از الله بود گرفت. بچه شما وفات کرد، امانتی بود نزد شما یک مدتی، پس الله آنچه را که به شما داده بود پس گرفت. پس برای الله است آنچه که گرفته و برای الله است هر آنچه را که میدهد. داد و گرفت از جانب الله است، به کسی میدهد یا از کسی میگیرد، از الله است. ما شما میگیم انا لله و انا الیه راجعون، ما از الله هستیم، ما در تصرف الله هستیم، ما در ملکیت الله هستیم و برگشت ما هم به سوی کس الله است. پس این لله ما اخذ، برای الله بود آنچه را گرفته، وله ما اعطى، و برای الله است آنچه که میدهد. یعنی داد و گرفت از جانب الله است. یعنی هیچ کس به اراده خود به دنیا نمیآید و هیچ کس به اراده خود از دنیا نمیره دیگه. یعنی به اراده کی است؟ به اراده الله است. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. برای هیچ کس نیست که به حساب وفات بکنه مگر به حکم الله، به اراده الله، به اجازه الله. کتابا مؤجلا یعنی وقت وفات از او از جانب الله مقرر شده، تعیین شده، مشخص شده. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. وقتشون که فرا میرسه 1 دقیقه مقدم و مؤخر نمیشه. یعنی نزد الله متعال همه چیز مشخص است. وقتش که پر شد، ملائکه که موظف اکسیژن است، اکسیژن از سرش قطع میکنه. ملائکه موظف غذا است، غذا را سرش قطع میکنه. خلاصه دیگه برنامه از او، وقتی از او از دنیا مکمل و پر است، باید به دنیای دیگر انتقال بکنه که به عالم برزخ وفات میکنه. پس روش تعزیت داری همی است که ما میگیم انا لله، ما از آن الله هستیم و انا الیه راجعون، ما برگشت ما به سوی پروردگار است. ان لله ما اخذ، برای الله است آنچه که گرفته، وله ما اعطى، برای الله است آنچه که میدهد. خب همه چیز نزد الله متعال یک وقت مشخص و معین داره. تصبر ولتحتسب، صبر بکن برادر در این مصیبت، از الله سبحانه و تعالی اجر و پاداش به حساب بخواه. الله متعال اجر و پاداش داره عظیم و بزرگ بسازه. یعنی این روش تعزیت داری است که انسان تعزیت داری بکنه. یک مسئله این فاتحه است که می فاتحه‌ای که امروزی گرفته میشه که متاسفانه یک مشکلی است که واقعا سختی و مشکلاتی را به مردم ایجاد میکنن. وگرنه از لحاظ اسلامی شمی است که اون امروز که به حساب جنازه شد، کسایی که در جنازه اشتراک کردن دیگه نیاز نیست که باز یک روز دیگه به فاتحه از او بیایه دیگه. اون همونجا دیگه در جنازهش که اشتراک کرده خلاص. تعزیت داری برای کسایی است که مثلا در همون جنازه که شما اشتراک کردین تعزیت داری خود را میکنین و در
اگر کسی که در جنازه اشتراک کرده نتونست، میشه که مثلا به خونه همین شخص بیایه یا به راههای دیگری. ولی اکثر مردم هم میبینین که در جنازه بسیار تعداد اندک و کمی، در حالی که جنازه مهم است، حق یک مسلمان است که باید این ادا بکنه. مگر در تعزیت داری یا فاتحه خوانی باز میبینید که تعداد مردم بسیار زیاد است. خب به هر شکل الله سبحانه و تعالی به ما شما این نصیب بگردونه که ما هم سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به جا بیاوریم. و سوال سوم را که پرسیده شده، گفته شروط توبه چی است؟ شروط توبه شرایطش، یک شروط توبه ای است که انسان از آنچه که کرده در گذشته اظهار ندامت و پشیمانی بکشه. امی پشیمانی و ندامت است که انسان را وادار می‌سازد که انسان توبه بکنه. یعنی پشیمانی، ندامت از آنچه که انجام داده. دوم، تصمیم قاطع بگیره، تصمیم جدی بگیره که در آینده دیگه این کار انجام نمی‌دهد. سوم، توبه از خالصانه به خاطر الله باشه. الله تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای کسانی که ایمان آوردین توبه بکنین، توبه خالصانه برای الله، خالصانه به خاطر الله، به خاطر همین قباحت و زشتی گناه، که گناه بسیار زشت است که انسان با انجام دادن گناه از الله دور میشه، به شیطان نزدیک میشه. با انجام دادن گناه انسان بی غیرت میشه. با انجام دادن گناه انسان یعنی انسان از علم و معرفت محروم میشه. با انجام دادن گناه خیر و برکت را از خانه خود دور میسازه. با انجام دادن گناه حتی باران سر انسان قطع میشه. با انجام دادن گناه بی‌حیایی در جامعه آشکار میشه. با انجام دادن گناه عذاب دنیا و آخرت، یعنی باعث نزول عذاب در دنیا و آخرت برای انسان میشه. با انجام دادن گناه خاتمه انسان بد میشه، خاتمه بد نصیب حال انسان میشه. خلاصه یعنی این گناه بسیار قبیح و زشت است، قباحت و زشتی زیاد داره. از این خاطر انسان باید از گناه دوری را اختیار بکنه که یعنی همونطوری که سوالی را مطرح کردن خالصانه به خاطر الله باشه. و دیگه ای که اگر این گناه را یک کسی مرتکب گناهی میشه، مثلا اگر این تعلقش یا تلف حقوق یک بنده باشه، به طور مثال اگر شما کسی را غیبت کرده باشین باید از پیش معافی بخواین. اگر کسی را تهمت کرده باشین در پلوی از اینکه 3 شرط از پیششون معافی بخواین. اگر مال کسی را غصب کرده باشین باید مالش را برش تسلیم بکنین و یا از پیش از او حلالیت بخواین. بعد در صورت توبه شما به درگاه الله قبول میشه. و این توبه هم باید زمانی از این مشخص است، پیش از اینکه یکی از علائم و نشانه های مرگ به انسان حاضر شود. یعنی وقتی که انسان در حالت جان کندن باشه، بعد وقت بگوید که من توبه کردم، توبه در وقت قبول نمیشه. دومی که توبه وقتی که آفتاب از طرف مغرب طلوع بکنه، این وقت هم توبه چی نمیشه، پذیرفته نمیشه، قبول نمیشه. باید انسان پیش از این حاضر شدن از این علائم و نشانه انسان توبه بکنه. پس در آخر برنامه قرار گرفتیم. موضوع برنامه ما امروز در ارتباط رجا و امیدواری بوده که انسان فقط امی دنیا 3 روز است. الدنیا 3 ایام. دنیا 3 روز است. الیوم الذی مضى، روزی که گذشت، روزی که گذشت رفت، او اعمال تو را با خود برد. روزی گذشته ولن یعود، هرگز دیگه بر نمیگرده. او اعمال تو را با خود برد. اگر اعمال صالح و نیک انجام داده باشه، اونجاست که کرامن کاتبین در حق تو در دفترچه اعمال نیک تو او را اضافه کرد و نوشته کرده. او روز دیگه بر نمیگرده، هرگز بر نمیگرده. دیگه تفکر و فکر کردن در ارتباط روزی گذشته تو معنا و مفهومی نداره. وقت فردا تا هنوز پیدا نشده، تا هنوز آفریده نشده و این معلوم مشخص نیست که آیا تو فردا را تو در میابی یا خیر. آیا تو فردا زنده هستی؟ تا هنوز الله را پیدا نکرده دیگه. معلوم نیست که تو فردا زنده هستی یا نیستی. یک چیزی که تو هنوز معلوم مشخص نیست و معلوم نیست که تو را در میابی یا خیر، در ارتباط از این تشویش کردن معنا و مفهومی نداره.
الیوم فقط یوم، امروز فقط امروز. امی امروز به طاعات و عبادت پروردگار سپری شوه. امی امروز از صبحی تا به حال برنامه‌ای داشتی، از امروز از صبح تا به حال چقدر تو طاعات و فرمانبرداری الله را به جا آوردی، چقدر اعمالی را انجام داده که در او هدف نیت رضامندی و خوشنودی پروردگار بوده. اینمی امروز برای تو سرنوشت ساز است. اگر امروز تو اعمال صالحه و کارهای نیک را انجام داده باشی و تو خود را به پروردگار نزدیک کرده باشی، این موفقیت و کامیابی تو است و انشالله که با آینده امیدوار هستی که اگر من فردا حیات زندگی برای من باقی بود، اگر زنده بودم، انشالله که من امروز یک برنامه خوبی داشتم و فردا هم انشالله که برنامه خوبی خواهم داشت و انشالله که الله سبحانه و تعالی خاتمه نیکو را به انسان نصیب میگردونه. پس امیدوار بودن امی است که انسان کوشش میکنه، سعی میکنه، تلاش میکنه همین امروز برای خود یک برنامه درست، یک برنامه‌ای که مسیر حق، برنامه‌ای که دمو رضامندی و خوشنودی پروردگار باشه، انشالله که همین قسم گذشته از او گناهانی از او محو و نابود میشه و برای آینده هم محاسبه خود را کرده، حسابی از این تصفیه هست. پس انشالله که موفقیت و کامیابی از آن همچون شخصی است. الله سبحانه و تعالی خاتمه نیکو را به ما نصیب بگردانه. وقتی برنامه تمام است تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به الله کریم رحیم میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.